اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. الله رو بی نهایت سپاس و الله رو بی نهایت شکر گذارم از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو بر بنده و همکاران ما عطا فرمود تا در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم در برنامه دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن کریم. من خیلی خوشحالم از اینکه بار دیگر این فرصت برای من پیش اومد تا در این برنامه خدمتگزار شما خوبان باشم و عزیزان، و از اونجایی که وقت ما کم خواهد بود در صفحه پیش رو و تلاوت درس پیش رو و همچنین تلاوت هایی که از شما نونهالان جمع ما و شما از شکوفه های قرآنی عزیز ارسال شده و باید پخش بکنیم، چون قول دادیم و چند مدتی هم هست منتظر تلاوت های خودشون هستن تا چهره نازنینشون رو ببینن در جلوی تلویزیون و صداشون رو پخش بشه. من بدون مقدمه میرم سراغ پخش اولین قسمت از تلاوت های ارسالی شما عزیزان و شکوفه های قرآنی که برای ما تلاوتشون رو فرستادید. مجموعه اول رو در برنامه امروز با هم تلاوتشون رو گوش میکنیم. برمیگردیم از ابتدای صفحه 37 مصحف عثمان تا آیه 231 از سوره مبارکه بقره. صفحه 37 مصحف عثمان تا رو به همراه شما عزیزان بعد از تلاوت اینها شروع خواهیم کرد و روحانی اون رو با هم مروری خواهیم داشت. تلاوت این عزیزان رو میشنویم، برمیگردیم به همراه شما. سلام علیکم و رحمت الله. من بهروز از تاجیکستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. صدق الله العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما أحمد هستم. سه سال هستم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سلام علیکم. من حلیمه هستم از تاجیکستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سلام وسال جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من جواهر هستم از ولایت کندز افغانستان. من میخوایم سوره والضحی را بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام علیکم. من مفنه از تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. من محمد یحیی هستم از تخار. میخواهم که یک سوره قرآن تلاوت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من اسما هستم 8 ساله از زایدن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله الاحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عمران هستم. من 5 ساله هستم. از آلمان هستم. میخوام فال کلی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وليكن همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم مسرا في حميد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذين يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سلام، من ندا هستم 5 ساله از زاهدان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عباس هستم از تاجیکستان. من میخواهم سوره فاتحه را قرائت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك
همه شما خوبان و عزیزان. تشکر خاص از همه عزیزانی که لطف کردن برای ما این تلاوت‌های ویدیویی رو فرستادن و 14 نفر از خواهران و برادران عزیزم تلاوتشون پخش شد. بهروز، اسما، احمد، حلیمه، عامر، جواهر، صهیب، مفتونه، محمد یحیی، اسما، عمران و ندا و عباس و اون خواهر عزیز تاجیکی که نامشون رو برای ما نفرستاده بودن. باز من ملاحظاتی نسبت به این تلاوت ها نخود حسن تلاوت. به هر حال ما در تلاوت هایی که از این عزیزان پخش میشه بیشتر چون جنبه تشویقی داره و جنبه به هر حال تحریکه که بیشتر تلاوت بکنن و بیشتر علاقه‌مند بشن برای قرآن کریم، زیاد به حسن تلاوتشون گیر نمیدیم. اما برای کیفیت فیلمی که ارسال میکنید باز من ملاحظاتی دارم که انشاءالله برای بخش مجموعه دوم انشاءالله با هم صحبتی در این باب خواهیم داشت. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که در گروه اول تلاوتشون پخش شد. هنوز هم ما مجموعه های دیگری داریم که انشاءالله در خلال برنامه پخش خواهیم کرد. به سراغ درس امروز میریم به همراه شما عزیزان از ابتدای صفحه 37 مصحف عثمان طاها و آیه 231 سوره مبارکه بقره در امتداد موضوع روحانی. انشاءالله بعد از درس باز مجموعه دوم رو انشاءالله برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد. خیالتون جمع باشه همه عزیزانی که تلاوتاشون رو برای ما ارسال میکنن حتما پخش خواهد شد. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. حالا حتی امکان ما سعی میکنیم در برنامه امروز انشاءالله پخش بکنیم. اگرم ما نتونستیم که در برنامه امروز موفق نشدیم که همه رو پخش بکنیم، انشاءالله در برنامه بعد حتما پخش خواهد شد، چون حجم تلاوت‌ها زیاد شده و ما نمیتونیم بیشتر از نیم ساعت از وقت برنامه رو اختصاص بدیم به پخش تلاوت‌های عزیزان و به همین خاطر سعی میکنیم که هر چقدر در این نیم ساعت میشه پخش میکنیم. باز بقیه انشاءالله در برنامه بعدی. درس امروزمون رو از ابتدای صفحه 37 از مصحف عثمان طاها از آیه 231 از ابتدای آیه 231 سوره مبارکه بقره به همراه شما عزیزان آغاز می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. من احمد جان متوجه نشدم شما در گوش من چی گفت. من یک لحظه ببینم که برای شما این رو فول اسکرین کنم. چشم، اینم صفحه فول اسکرین و تا بتونید شما راحت‌تر پخشش کنید. از ابتدای صفحه اینجا من طبق عادت همیشگیم یک توضیحی درباره برخی از حروف و حرکات میدم برای بار اول، بعد دیگه بار دوم شده دیگه توضیح نمیدیم. این حرکت فتحه است. روی هر حرفی که قرار بگیره صدای ا میگیره اون حرف. این حرکت فتحه است و این حرکتی که زیر این شیش میبینیم، این الف به همراه این شیش یا زیرش قرار میگیره یا بالاش، این همزه گفته میشه بهش دیگه. اون موقع میشه همزه. الفی که روش یک حالت شیش مانندی داشته باشه یا زیرش، اون رو ما میگیم بهش همزه. این علامتی که زیر همزه است علامت کسره است. این فتحه بود یعنی بالا قرار میگرفت و هر وقتی که روی هر حرف این علامت قرار بگیره صدای ا میگیره آن حرف. اینجا میشه چی؟ و. این میشه و. فتحه به خاطر میکنه که دهان باز میشه به سمت بالا در هنگام تنفس این حرکت. و کسره هم، کسری یعنی شکستن، در پایین حرف قرار میگیره. همیشه شبیه فتحه است اما با اون فرقش با فتحه اینه که فتحه بالا میره این پایین میاد و صدای ا میگیره. روی هر حرف، زیر هر حرفی که قرار گرفت این علامت، اون حرف صدای ا میگیره. اینجا میشه ا و ا. دال اینجا فتحه داره اما یک قاعده کلی رو همیشه به خاطر داشته باشید. وقتی که بعد از فتحه الف قرار گرفت، بعد از فتحه الف قرار بگیره، الف یعنی این علامتی که این حرفی که هیچ علامتی روش نداره، الف هر وقت بعد از فتحه الف قرار گرفت، آن وقت آن حرفی که روی اون حرف فتحه قرار گرفته با صدای آ خوانده میشه. با صدای آ خوانده میشه. و اذا اینجا چی میشه؟ ذا. و ما در این حرکات اگر حالا یک قاعده دیگه هم مد نظرتون باشه، بعد از فتحه هر وقت الف قرار گرفت، اگر آن حرفی که روی اون فتحه قرار گرفته، آن حرفی که روی اون فتحه قرار گرفته از 8 حرف صاد، ضاد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را، 8 حرف صاد، ضاد، تا، ظا و غین و قاف و خا و را، از این 8 حرف باشه، ما اینا رو میگیم حروف مستعلیه، یعنی پر خوانده میشن. اون موقع شما وقتی که این حرف رو بهش آمیدید با دهان به سمت بالا باز میشه، مثل قاله، مثل خوابه. اما اینجا ذال، برگردیم، اینجا ذال از این حروف نیست، از اون 8 حرف نیست،
به همین خاطر اینجا پر خوانده نمیشه، یعنی دهان به سمت بالا باز نمیشه. نمیگیم و اذا و اذا، نه و اذا و اذا، این باریک خوانده میشه. این الفی که تولید شد به خاطر قرار گرفتن فتحه قبل از الف، این حرف زال الان باید با صدای آ خوانده بشه، اما دهان پر نمیشه. در هنگام تلفظ به سمت دهان عمودی باز نمیشه. دقت بکنید به نحوه تلفظ من که و اذا این دهان بالا نمیره، و اذا عمودی نمیره بالا، بلکه افقی باز میشه، دهان از بغل باز میشه. و اذا نمیگیم و اذا و اذا، نه و اذا فقط در صاد، ضاد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را، در این 8 حرف اگر روی این حروف فتحه قرار گرفت و بعد از اونها الف بود، دهان به سمت بالا باز میشه. نمونه های اون رو خواهیم داشت در درس امروز. و اذا تا فتحه داره، تا این علامت تشدید هست روی لام، این علامت تشدید هست. در اصل تشدید از شدت گرفته میشه، معنای شدت هست، یعنی 2 تا. در اصل این حرفی که روی اون تشدید قرار میگیره 2 بار بوده، 2 تا بوده، یکی ساکن بوده، یکی حرکت فتحه داشته. ببینید این حرفی که علامتی که بعد از این هم است روی قاف، این رو ما میگیم علامت ساکن، قاف. اول اینو توضیح بدیم که بتونیم تشدید رو بهتر توضیح بدیم. قاف اینجا یک علامتی داره، این علامتی که روی حرف میبینید این اسمش هست ساکن، یعنی این قاف از خود حرکتی ندارد و نیاز به حرکت ما قبل دارد. همیشه قاعده خواندن ساکن این هست، هر حرفی که شما علامت ساکن روی اون دیدید، علامت ساکن، این به این معناست که این حرف خود به خود حرکتی ندارد و نیاز به کمک ما قبل دارد و با آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. تشدید روی هر حرفی که قرار گرفت دلالت بر این دارد که اون حرف در اصل 2 تا بوده. مثلا اینجا لام در اصل 2 تا لام بوده، یک لام اول که ساکن بوده همچین علامتی داشته و لام دوم فتحه داشته. ما به خاطر زیباتر شدن نوشته و راحت‌تر نوشتن، لام اول رو حذف کردن، لام دوم رو گذاشتن با این فتحه‌ای که مال لام دوم هست و این تشدید دلالت بر حذف اون لام اول داره که ساکن بوده. به همین خاطر قاعده کلی برای خواندن تشدید این هست، هر جا شما روی حرفی تشدید دیدید یعنی اینکه اون حرف 2 بار خوانده میشه، چون در اصل 2 تا بوده. اولی ساکن بوده که به کمک آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه، یعنی آخرین حرکت میچسبه به اون حرف و یک بارم تنها با اون حرکتی که خودش داره، حالا یا فتحه هست یا زیرش کسره قرار میگیره یا ضمه که به این شکل هست، ضمه، این رو میگیم ضمه. خب اینجا الان لام یک بار به کمک ما قبل خوانده میشه، یعنی تا میچسبه به لام، طال. یک بارم تنها خودش با فتحه خودش، لا، طال لا تا اینجا. خب قاف هم ساکنه، علامت ساکن داره، نیاز به حرکت ما قبل داره، آخرین حرکت ما قبل فتحه هست، میچسبه به قاف. طال لق و اذا طال لق. روی حرف قاف یک قاعده ای رو در ذهن داشته باشید در امتداد آنچه که برادر عزیزمون استاد فاتح بزرگوار در برنامه‌های گذشته گفتن در موضوع تجوید. ما قاعده‌ای داریم به اسم قلقله با قاف، قلقله یعنی لرزیدن. این قاعده چی هست؟ این قاعده هر وقت 5 حرف ساکنه، 5 حرف قاف، تا، با، جیم و دال. این 5 حرف قاف، تا، با، جیم، دال، وقتی اگر اینها رو یک جمله تشکیل بشه میشه قطب جد. قطب جد، به خاطر اینکه راحت تر حفظ بکنید این کلمه یاد شما باشه، قطب جد، قاف، تا، با، جیم و دال. این 5 حرف هرگاه ساکن باشن، یعنی حرکت نداشته باشن، علامت ساکن که الان دیدیم روی اینها باشه. اینها در هنگام تلفظ وقتی که به کمک حرف ما قبل و حرکت ما قبل خوانده شدند، در هنگام تلفظ اینها مقداری در مخرج اینها صدا میلرزه. یعنی چی؟ مثلا اینجا طلق، لق، نمیگیم لق. ببینید الان لق هیچ حرکتی نکرد، اما طلق یک مقداری که انگار در مخرج میلرزه. این لرزش در مخرج رو ما در مثلا و تب، مسد، این نمیگیم مسد، و تب، احد. این احد الان دال کاملا حرکت نداره، احد این درست نیست.
ما مقداری حروف قاف، تا، با، جیم، دال هر وقت ساکن بودن، چه در ابتدای چه در وسط حرف، در وسط کلمه یا در آخر کلمه، چه خود به خود ساکن باشه مثل ابراهیم، به همیشه ساکن هست ابراهیم، یا اینکه این ساکن در آخر آیه باشه که ما توقف میکنیم ساکن بشه مثل قل هو الله احد. این احد، این دال به خاطر وقف کردن ساکن میشه اینجا، چه در وسط چه در آخر. این 5 حرف قاف، تا، با، جیم، دال که سر هم نوشته میشه قطب جد، اینها مقداری در مخرج میلرزه. یعنی ما نمیگیم قل هو الله احد، الله الصمد، اینطور نمیگیم احد و تب مسد، نه، احد، احد، مسد و تب، مقداری میلرزه. این لرزش رو ما بهش میگیم قلقله. حالا توضیحات بیشتر در اقسامش باز خودش 2 قسمت میشه باشه برای بعد انشاءالله. در ادامه و اذا طلق، اینجا یک مقداری قاف نمیگیم طلق، نه، قاف رو مقداری میلرزانیم. و اذا طلق، خب ت این علامت ضمه هست، روی هر حرفی که این علامت قرار گرفت آن حرف صدای او میگیره. او نه، او نکشید، زیاد کشیده نشه بشه او، نه، او. طلق تو مو، طلق تو مو، طلق تو مو. خب این الف، این صاد نصف نیمه ای که کله صاد این فقط یک صاد کامل بوده که فقط اولش آوردن، روی این الف قرار گرفته. این الف رو بهش میگن الف وصل. این صاد در اصل از همون کلمه وصل گرفته شده به معنای الف وصل. این الف بهش گفته میشه الف وصل. اما چطور خونده میشه؟ این الف اگر در ابتدای تلاوت قرار بگیره، در ابتدا خوانده میشه. اما اگر در وسط تلاوت بود، مثل اینجا، الان ما قبلش هم داریم بعدش هم داریم، اینجا اگر در وسط تلاوت بود، یعنی قبل از خودش چیزی داشت، اون موقع خوانده نمیشه. الف وصل در هنگام وصل ما بعد اون به ما قبل اون، ما قبل اون به ما بعد اون وصل نمیشه، خوانده نمیشه. خلاصه کلام الف وصل در هنگام وصل کردن ما قبلش به ما بعدش خوانده نمیشه، یا به تعبیر دیگر الف وصل هر وقت در وسط تلاوت آمد خوانده نمیشه. این الف اینجا خوانده نمیشه. خب این لام الان هیچ حرکتی نداره. این رو چیکار کنیم؟ هر وقت که 4 حرف رو مد نظر داشته باشید عزیزان، 4 حرف واو، الف، لام و یا، واو و الف و لام و یا که اگر سر هم نوشته بشه میشه والی، والی. این رو به خاطر داشته باشید. اینها رو ما میگیم حروف ناخوانا. حروفی هستن که اگر هیچ علامتی روی اینها نبود خوانده نمیشن، اصلا نوشته میشن خوانده نمیشن. مثل آنچه که ما در فارسی داریم، مثل خواهر، ما خواهر می نویسیم اما خواهر می خوانیم، واو رو تلفظ نمی کنیم اما می نویسیم. مثل خواب، کلمه خواب، ما خواب رو واو رو می نویسیم اما تلفظ نمی کنیم. در عربی هم کلمات حروفی هستن که در حالتهایی در قرآن کریم خوانده نمیشن. همین 4 حرفن فقط، واو و الف و لام و یا، که اگر سر هم نوشته بشه میشه والی. فقط همین 4 حرف اگر هیچ علامتی نداشتن خوانده نمیشن. احیانا حروف غیر از این هم هستن که علامت ندارن که اون رو میرسیم که چرا علامتش نوشته نمیشه، اونا خوانده میشن. فقط همین 4 تا خوانده نمیشن، واو و الف و لام و یا. اگر این 4 تا کلمات یا همون حروف والی هیچ علامتی روی اونها نبود خوانده نمیشن. برگردیم اینجا. الان این لام از اون 4 حرف است که هیچ علامتی روی اون نیست، خوانده نمیشه. این لام اینجا خوانده نمیشه. خب نون تشدید داره، یعنی یک بار با کمک آخرین حرکت ما قبل. دقت کنید قاعده خواندن تشدید اینه، آخرین حرکت ما قبل باید خوانده بشه، یک بارم به همراه کسره خودش. الان آخرین حرکت ما قبل چیست؟ این لام که حرکت نداره، الف هم که گفتیم خوانده نمیشه در هنگام وصل، میمانه میم. این ضمه میم میچسبه به نون، یک بار نون به همراه ضمه میم خوانده میشه، طلقتمون، من، طلقتمون. بعد یک بارم کسره داره، نه، طلقتمون نه س. اینجا سین فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته.
گفتیم که فتحه بعدش الف صدای آ میگیره و این سین از اون 8 حرفی که پرخوانده میشدن نبودن، پس اینجا پرخوانده نمیشه. دهان رو نمیگیم نسا، میگیم نیسه نیسه. دهان رو عمود افقی باز میکنیم. طلقتم النساء. این علامت کلاه الف که اینجا در فارسی ما بهش میگیم کلاه برای الف، این علامت مد هست در عربی، یعنی کشیدن. هر جا این علامت رو دیدیم آن الف رو یا واو رو یا رو میکشیم. روی این سه حرف فقط قرار میگیره، یا الف یا واو و یا. اگر روی حرفی این علامت قرار گرفت ما اون رو میکشیم، به اون میگیم مد. به اندازه 3 تا انگشت، به اندازه بستن 3 تا انگشت در حالت عادی میکشیمش. و اذا طلقتم النساء، این همزه است. طلقتم النساء. روی نون تشدید دار و میم تشدید دار هم دقت کنید عزیزان که ما مقداری روی اینها توقف میکنیم، به خاطر هم بهش میگیم غنه، و مقداری روی نون تشدید دار میم تشدید دار وای میستیم. طلقتم النساء فبلغ. ساکن به همراه ما قبل خوانده میشه، آخرین حرکت ما قبل فتحه لام میچسبه به غین. فبلغ بلغ. این غین هیچ حرکتی نکنه، نباید حرکت بکنه. بلغ نگیم بلغ 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 بلغ. فبلغ بلغ نه فبلغ نه فبلغ نه اجلهن. تشدید یک بار به کمک ما قبل خوانده میشه، یک بار خودش به همراه فتحش. نون اینجا یک بار با ضمه ها خوانده میشه، یک بار تنها. اجلهن. یک مقدار هم روش به خاطر اینکه تشدید نون تشدید دار هست مکس میکنیم. اجلهن اجلهن. ساکن به همراه آخرین حرکت ما قبل. سی نشه سه. کو. اینجا کاف علامت ضمه داره، به تنهایی کو خونده میشه کو. اما از آنجایی که حرف واو ما بعد از جنس همان ضمه است که ما قبل اون هست، اینجا مقداری تقویت میکنه اون حرکت ضمه یا او رو و این کش پیدا میکنه، چون اینا هر دوتا از یک جنس هستن، کشیده میشه و میشه چی؟ امسکو. این یک قاعده در نظر شما عزیزان باشه حتما همیشه. هرگاه بعد از ضمه مثل اینجا بعد از حرکت ضمه واو قرار گرفت، آن وقت آن حرفی که روی اون ضمه قرار گرفته دیگه او خونده نمیشه، او خونده میشه، یعنی صداش میشه او، تقویت میشه. نمیگیم اینجا مثلا امسکوهن، امسکو میکشیم یک مقداری، امسکوهن. و هر وقت همون جوری که بعد از فتحه وقتی الف آمد دیگه صدای آ گرفت کشیده شد، بعد از ضمه هم وقتی او بیاد صدای او میگیره کشیده میشه، و بعد از کسره هم حد وقتی یا بیاد اون موقع صدای ای میگیره کشیده میشه، چون تقویت میشه. فامسکو هن. نون تشدید دار یک بار به همراه ضمه ها، یک بار به همراه فتحه خودش. هن به مع. ساکن به همراه ما قبل. مع. رو. را ضمه داره بعدش واو آمده کشیده میشه، مثل اینجا کو، اینجا هم رو. مع رو نمیگه مع رو. اگر این واو نمی بود میشد مع رو، چون واو آمده تقویت میشه ضمه. معروف. این علامت دو تا کسری که اینجا میبینید تنوین نامیده میشه. تنوین در لغت یعنی آوردن نون. اینجا در اصل یک ف بوده که کسره داشته، این کسری که اول میبینید این بالایی ف. این دومی از کجا آمده؟ این یعنی چی اصلا؟ این دومی کسره دومی که زیر این دوتا قرار گرفتش، دو تا کسره اول که مال ف بوده، دومی نماینده یک نون ساکنی است که بعد از ف یک نون ساکن بوده، نونی بوده که ساکن بوده. آن نون رو حذف کردیم برای ساده تر نوشته شدن
و به جای اون یک کسره دیگه گذاشتیم تا دلالت بکنه بر حذف آن نون ساکن. ما اون نون رو در کتابت نمی نویسیم، اما در تلاوت و در قرائت می خوانیم. این کسره زیر نون به این خاطر است. دو تا کسره که روی هم آمده، یک کسره که همون ف بوده، کسره دوم نماینده یک نون ساکن هست که در هنگام تلاوت ما الان باید آن نون رو اینجا اظهار بکنیم، یعنی بیانش بکنیم، یعنی تلاوتش بکنیم. میشه چی؟ فن، فن، معروف، فن. این کسره مال ف، به جای این کسره دوم نون ساکن بگذارید، فن، به معروف، فن، فامسکوهن بمعروف، فن. خب الان ما یک قاعده دیگه رو هم مد نظرمون باید باشه. ما در هنگام تلاوت آیات کلام الله مجید هرگاه نون ساکن دیدیم، یک نونی که ساکن بود، یا اینکه تنوین دیدیم، تنوین هم در اصل گفتیم که همان نون ساکنی بوده که حذف میشه و به جاش یک کسره اضافی یا فتحه اضافی یا ضمه اضافی نوشته میشه در کنار فتحه یا کسره و ضمه که قبل از اون بوده. اگر نون ساکن دیدیم و یا تنوین که همان نمایندگی میکنه، همان نماینده نون ساکن هست، تنوین یا نون ساکن است که نون ساکن است، نون ساکن یا تنوین دیدیم، 4 حالت بیشتر نداره. یکی از این 4 حالت رو باید دقت بکنیم برای تلاوت کردن این نون ساکن. این نون همیشه نون تلفظ نمیشه، به معروفن. در یک حالتش، در یک حالت خودش تلفظ میشه، در حالتهای دیگه بعد فرق میکنه با حالتش. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروفی که از حلق ادا میشه، از 6 حرفی که از حلق ادا میشه، مثل همزه، همزه و ها، های جیمی، عین و ها، یا جا به جا بکنیم فرق نمیکنه، همزه و ها، عین و ها و غین و خا، 6 تا میشن، همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 حرف از حلق ادا میشن. اگر بعد از تنوین یا نون ساکن یکی از این 6 حرف آمد، آن وقت چه کار میکنیم؟ نون ساکن رو همون گونه ای که هست ادا میکنیم، یعنی خود نون ساکن تلفظ میشه، به معروفن، نون رو ما تلفظ میکنیم. این قاعده اول. مثل اینجا، الان اینجا ما بعد از ف تنوین دار الف داریم، همزه داریم که میگیم معروفن. این قاعده رو ما در اصل بهش میگیم اظهار، یعنی ظاهر کردن با تاضا، با ضای دسته دار. اظهار یعنی ظاهر کردن نون از مخرج خودش. در این حالته که فقط نون از مخرج خودش ادا میشه، وقتی که بعد از تنوین یا نون ساکن یک از 6 حرف حلقی باشه. اگر بعد از تنوین، این قاعده اول بود اظهار. من قواعد فقط سری میگم دیگه، تا آخر صفحه تکرارش نمیکنیم، فقط اشاره میکنم که اینجا کدوم قاعده اجرا میشه. قاعده اظهار وقتی است که بعد از تنوین یا نون ساکن یک از 6 حرف حلقی باشه، همزه و ها، عین و ها، غین و خا. اگر بعد از تنوین یا نون ساکن حرف با بود، حرف ب، آن وقت ما اون نون ساکن و یا تنوین رو نون تلفظ نمی کنیم، تبدیلش می کنیم به میم، به خاطر راحت تر تلفظ شدن. مثل من بعده، من بعده، بعد از نون به آمده نمیگه من بعده، میگه من بعده، من بعده، میم میکنه، اصلا نون تبدیل میشه به میم. اینو ما بهش میگیم ادغام، اینو بهش میگیم اقلاب، یعنی تبدیل شدن، یعنی قلب شدن نون به میم. در فارسی هم داریم، زنبور رو نمیگیم زنبور، میگیم زنبور، زنبور. نون رو چون بعدش با آمده تبدیل به میم میکنیم، زنبور. در عربی هم دقیقا همین است. این قاعده اسمش هست اقلاب، تبدیل نون به میم به خاطر اینکه بعدش با آمده و راحت تر تلفظ بشه. قاعده دوم قاعده اقلاب. خب اگر بعد از تنوین یا نون ساکن حروف حلقی بود اظهار میشه، اگر بعد از اون ب بود اقلاب میشه، یعنی تبدیل میشه به میم، میم تلفظ میشه به جاش. قاعده سوم قاعده است به اسم ادغام. اگر بعد از تنوین یا نون ساکن یکی از حروف یا، را، لام یا را، میم، لام، واو و نون، اینا هم 6 تا هستن که اگر سر هم نوشته بشه میشه یرملون. این کلمه رو حفظ کنید، یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون. اگر بر تنوین یا نون ساکن یکی از این 6 حرف آمد،
آن وقت اون نون نه نون تلفظ میشه و نه تبدیل به میم میشه، بلکه چه میشه؟ تبدیل میشه به حرف ما بعدش. هرچی بعد از این بود، یا بود میشه یا، میم بود میشه میم، لام بود میشه لام، را بود میشه را، واو بود میشه واو. اگه نون هم باشه که خب تشدید میشه. این قاعده رو ما بهش میگیم ادغام با غین. ادغام یعنی دغم شدن، یعنی تبدیل شدن این به اون، یعنی دوتا یکی شدن. دغم شدن یعنی داخل هم رفتن و یکی شدن. چون نون دقیقاً میشه حرف ما بعدش، تبدیل میشه به حرف ما بعدش. اما در قاعده اقلاب حرف ما بعد نشد، تبدیل به یک حرف دیگه شد. ادغام فرقش با اقلاب اینه. ادغام دغم میشه، یعنی این حرف ما قبل دقیقاً میره داخل حرف بعدی، هرچی اون باشه میشه همون. اما در اقلاب تبدیل به میم میشد، تبدیل میشد به یک حرف دیگه. این سه قاعده اظهار، اقلاب و ادغام. اگر قاعده چهارم که اخفا هست، بعد از تنوین یا نون ساکن نه حروف حلقی بود و نه با بود و نه یرملون، اون موقع اخفا میشه، یعنی مخفی میشه. یعنی نون ساکن یا تنوین از بینی ادا میشه. مثلا مثل کلمه منکم، منکم بعد از نون ساکن اینجا کاف داریم. کاف نه از حروف حلقی است، نه از حروف یرملونه و نه از حروف اقلاب، یعنی با هم نیست، حرف اقلاب هم نیست. پس اینجا ما نون رو نه تبدیل به حرف ما بعدش میکنیم و نه تبدیل به میم میکنیم و نه از مخرجش ادا میکنیم. پس چیکار میکنیم؟ این رو از بینی ادا میکنیم. منکم، منکم، نمیگیم منکم، مقداری هم مکس میکنیم روش. منکم، منکم. اگر بینی گرفته بشه کلا صدا قطع میشه. این چهار قاعده هست که هر وقت تنوین یا نون ساکن دیدیم باید مستقیم بریم سراغ یک از این چهار تا. تنوین یا نون ساکن دیدید، یک از این چهار تا رو بعد ادغام، یا اگر حروف حلقی بود اظهار میشه، اگر ب بود ادغام اقلاب میشه، قلب به میم، اگر یرملون بود ادغام میشه و اگر غیر از اینها بود اخفا میشه. برگردیم به خط اول. همچنان ما در خط اولیم دیگه، بعد از این تندتر میریم چون هر چه قاعده بود تو این خط اول گفتیم ماشاءالله. خب اینجا الان تنوین بعدش حرف حلق داریم، یعنی اینکه اینجا اظهار میشه. تنوین رو همون صدای نون رو ما ظاهر میکنیم. به معروف فن، اینجا به معروف فن، او سر ر، سر ر. اینجا ر چیکار میشه؟ تشدید دوبار خوانده میشه، یک بار به همراه ماقل میگه خودش. سر ر، سر ر. حو، ه بعدش واو صدای او میگیره. سر حو هن، هن بمعروف. این جیم یعنی این که اجازه داریم، اینجا جایز هست، جواز داره که بایستیم، توقف بکنیم. ما در توقف همیشه قاعده توقف این هست، مثل ماشین که ترمز میگیره و می ایسته. اگر ما در آخرین حرف هر جا توقف کردیم، یعنی تلاوت رو ادامه ندادیم، اینجا ایستادیم و نفس گرفتیم، حرف آخر رو باید ساکن کنیم، یعنی بی حرکت باشه. اگر اینجا توقف کردیم میشه چی؟ به معروف. اگر ایستادیم میتونیم بیستیم، نفس بگیریم، ادامه بدیم از ادامهش. اینجا اینطور بخونیم او سرحوهن بمعروف، یا میتونیم ادامه بدیم. اینجا جواز هر دو حالت اجازه داره، میتونیم بیستیم، میتونیم بریم. اگر رفتیم خب تنوین بعدش چی داریم؟ واو، بعدش واو هست. اون موقع چون واو از حروف یرملون هست، تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعد، میشه چی؟ به معروف. این ف کسره سر جای خودش هست، تنوین یا اون نون تبدیل میشه به واو، میشه ف به معروف، به معروف ولا و لا فتح بعدش الف صدای آ میگیره، پرم نمیشه. ولا تم سکوهن، ولا تم سکوهن ضرا، ض کسره، ر فتح داره بعدش الف صدای آ میگیره و چون از آن 8 حرفی است که پر خوانده میشه، صاد و ضاد و تا و ظا و غین و قاف و خا و را از اون 8 حرف هست، پر خوانده میشه، دهان به سمت بالا باز میشه. نمیگیم ضیره ضیره، نه، ضیرا 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 رن. اینجا الان ما چی داریم؟ تنوین داریم. اگر این تنوین را ما خواندیم، ادامه دادیم که بهترین ادامه بدیم، تنوین بعدش چی داریم؟ اون الف که هیچ علامتی از خودش نداره، خوانده نمیشه. لام، اینجا لام از حروف یرملون هست، این تنوین تبدیل میشه به لام ما بعد تشدید میشه. این تشدید رو به خاطر این گذاشتن
که در اصل آن تنوین تبدیل شده به لام که ما این تنوین دوم را، این فتحه را که سر جایش هست، این تنوین رو نادیده بگیریم. الف هم که علامتی نداره خوانده نمیشه، این مستقیم را میچسبه به لام. ضرا رل 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 ضرا رل. متوجه شدید از این چطور خوانده نشد اینها؟ تنوین چون بعدش لام آمده قاعده ادغام صورت گرفته، یعنی نون تبدیل شده به لام. به خاطر همین اینجا تشدید گذاشتن روی لام که دلالت بکنه بر 2 تا لام. پس به همین خاطر چون اینجا دیگه لام شده ما این تنوین رو نمیخونیم. الف رو هم چون هیچ علامتی نداره خوانده نمیشه. میشه چی؟ ضرا رل لی تا تدو تا تدو لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اینجا کلمه ضرارا، این الف اصلا چرا نوشته شد وقتی خوانده نمیشه؟ به خاطر این که اگر اینجا ما توقف بکنیم، مثلا کسی خواسته باشه اینجا نفس کم آورد، از قبل شروع کرده تا اینجا رسید ولا تمسكوهن ضرارا، اون موقع دیگه اینجا اگر روی تنوین ان ما توقف بکنیم ساکن نمیشه. تنها استثنایی که وجود داره در بین حرکات تنوین ان هست. این تنوین رو ما بهش میگیم تنوین ان یا تنوین نصب. اون موقع الف خوانده میشه. چی میشه؟ این الف خوانده میشه ضرا را، پر هم میشه را چون بعدش الف هست. این الف فقط در هنگام توقف کاربرد داره و در هنگام وصل شدن کاربردی نداره. اگر توقف کنیم میشه ولا تمسكوهن ضرارا، اگر ادامه دادیم ولا تمسكوهن ضرارا، اون موقع ر میچسبه به لام به خاطر ادغامش. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اینجا اجازه داریم بایستیم یا ادامه بدیم. این الفی که روی این علامت صفر هست نقش اینجا نداره و خوانده نمیشه. صفر یعنی هیچ خوانده نمیشه. و من اینجا الان نون علامت نداره، نون علامت نداره اما خوانده میشه، نقش داره. من گفتم اون 4 حرفی که خوانده میشد فقط واو بود و الف و لام و یا، نون از اونها نیست. بعد از نون این نون در اصل ساکن بوده، علامت ساکنش رو شیخ عثمان طاها خطات این نسخه گرانقدر نگذاشته تا دلالت بکنه به چی؟ تا نشون بده که این نون خودش اینجا دیگه الان نونی باقی نمیمانه که شما تلفظش کنید. چرا؟ بعد از نون ساکن چی داریم؟ دقت کنید بعدش چی داریم؟ بعد از نون ساکن ما چی داریم؟ یا داریم. بعد از نون ساکن یا داریم. این یا از حروف یرملونه و سبب میشه که نون ساکن تبدیل بشه یا به حرف ما بعدش. یعنی نون خط بالا این نون تبدیل میشه به حرف ما بعد که یا هست. دیگه نمیگیم و من یفعل، میگیم به جای نون یا تلفظ میکنیم. یکی از حروف یرملون آمده بعد از نون ساکن قاعده ادغام صورت میگیره. می به جای نون یا تلفظ میشه. و می یفعل، و می یفعل ذا فتح بعدش الف، این الف کوچیک و بزرگش فرق نمیکنه، جفتش یک نقش رو اجرا میکنه. ذالک، ذا پر خونده نمیشه. ذالک فقد، دال از اون 5 حرفی بود که گفتیم قلقله میشن. فقد نمیگیم فقد نه، فقد ض ل م نفسه، این ه ضمه بعدش واو اومده، هو. این در حالت نفسه خوانده میشه که ما تلاوت رو ادامه بدیم. اما اگر ایستادیم که اجازه ایستادن داریم، جواز ایستادن داریم، اینجا چه میشه؟ روی ها اگر به ایستیم اون موقع این ساکن میشه نفسه. دیگه این واو هم تأثیری نداره، این ضمه هم تأثیری نداره، میشه فقد ظلم نفسه اگر ایستادیم. اما اگر ادامه دادیم میشه نفسه ولا تتخذوا. این تا با این تا خوانده میشه. الان 3 تا ت ما اینجا داریم. یکی این ت هم در اصل 2 تاست چون تشدید داره. تتخذوا اینجا میکشیم چون مد داره. تتخذوا ولا تتخذوا. خب ا یا
الله. لفظ جلاله الله الفش الف وصله، این لام هم چون علامتی نداره خوانده نمیشه. لام مشدد نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، این که علامتی نداره، این هم علامتی نداره، حرکتی نداره، این هم حرکت نداره، این حرکت داره. ت میچسبه به این لام. آیت الله. لفظ جلاله در حالت‌های پر خوانده میشه، در حالتی باریک خوانده میشه. یعنی چی؟ یعنی پر خواندن گفتیم دهان به سمت بالا باز میشه در هنگام تلفظش، و باریک خواندن یعنی دهان افقی باز میشه، یعنی از پهلو باز میشه. اگر ما قبل لفظ جلاله کسره بود، مثل اینجا حرف کسره داشت، آخرین حرکت ما قبل لفظ جلاله کسره بود، آن وقت باریک خوانده میشه. مثل اینجا چی میخوانیم؟ آیت الله. آیت الله، نمیگیم آیت الله. آیت الله، نمیگیم آیت الله، نه، آیت الله. اما اگر قبل لفظ جلاله به جای کسره ضمه بود یا فتحه بود، آن وقت پر خوانده میشه. مثلا اگر همینجا به جای کلمه آیات الله به جای کسره آیات الله بود مثلا، این موقع چی میشد؟ اون موقع پر خوانده میشد. نمیگفتیم آیات الله، نه، میگفتیم آیات الله. بالا دهان بالا باز میشد، دهان به سمت بالا باز میشد. خب در خط بعدی باز مثال پر خواندن لفظ جلاله رو داریم. ولا تتخذوا آیات الله هزوا. ون اگر ادامه بدیم میشه هزوون، اما چون اجازه داریم اگر اینجا ایستادیم اون موقع این الف خوانده میشه، این تنوین بالا میفته، نون ساکنش میشه هزو و ولا تتخذوا آیات الله هزوا و اگر ایستادیم. اگر ادامه دادیم اون موقع هزوون خوانده میشه، و اگر ادامه بدیم چون تنوین هست بعدش رو باید نگاه کنیم که چه آمده، بعدش چه آمده. خط بعدی واو داریم، این واو از حروف یرملون هست، سبب میشه که ما این تنوین ادغام بشه در حرف واو. و چطور خوانده میشه؟ میشه ولا تتخذوا آیات الله هزوا. این واو فتحه سای جای خودش باقی است، واو این تنوین فتحه دوم تبدیل میشه به واو که نماینده نون ساکن بود. هزوا واذكروا ولا تتخذوا آیات الله هزوا واذكروا. واذكروا الف صفر داره خوانده نمیشه. واذكروا نعمت الله. اینجا دیگه لفظ جلاله پر خوانده میشه. لفظ جلاله چون ما قبلش فتحه آمده، اینجا دهان به سمت بالا باز میشه. نمیگیم نعمت الله، نه، نعمت الله. نعمت الله. دقت کنید بین تفاوت این لفظ جلاله که در اینجا بود و کلمه لفظ جلاله قبلی رو. اینجا چطور میشه؟ نعمت الله. نعمت الله، دهان به سمت بالا باز میشه. اما در مثال قبلی در خط بالا اونجا بود آیات الله، اینجا آیات الله، دهان پر نمیشه، دهان به سمت بغل باز میشه. آیات الله، نمیگفتیم آیات الله، آیات الله. اما اینجا نعمت الله. واذكروا نعمت الله علیکم و ما انزل. نون اینجا ساکن است، علامت ساکنش رو نگذاشته شیخنا، شیخ ما و شما عثمان طاها خدا حفظش بکنه، ایشون اینجا نگذاشته علامت ساکن رو. چرا نگذاشته؟ نون از اون حروفی نیست که خوانده نشه وقتی علامت روش نباشه. به خاطر این شیخ نگذاشته که نشان بده که اینجا نون از مخرج خودش ادا نمیشه. بعد از نون ساکن حرف زا آمده و نه از حروف یرملون است و نه از حروف حلقی است و نه با است. پس قاعده چهارم اجرا میشه، یعنی اخفا. اینجا نون از مخرج خودش ادا نمیشه، در بینی مخفی میشه. به همین خاطر علامت ساکنش رو مخفی کرده شیخ عثمان تا نشان بده که نون اینجا اخفا میشه. انزل از بینی ادا میکنیم و مقداری هم در هنگام تلفظش مکس میکنیم. و ما انزل علیکم.
اینجا این تشدید میم به خاطر این هست چون اینجا میم رو علامتی نگذاشته، دیگه گفته اینجا تشدید بگذارم که مشخص بشه کاف رو مستقیم بچسبونید به میم. شاید در بعضی از نسخه ها به جای تشدید روی میم اینجا یک ساکنی گذاشته باشه. مهم این است که نشان داده بشه که دو تا میم پشت سر همه و دو بار باید تلفظ بشه، یک میم ساکن، یک میم کسره دار. علیکم منل. حالا اینجا در یک حرف گذاشته شیخ عثمان تاج چون قاعده اینجا غنه رو اجرا بکنیم، میدونیم که میم تشدید دار باید روش مقداری مکس بکنیم. علیکم مینا، علیکم مینا. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، الف وصل. لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، الف حرکتی نداره، فتحه نون رو میگیریم. علیکم مینل کی تا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، ت کی تا پر خوانده نمیشه که تا، نه کتابی مینل کتابی. ول الف وصل در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام میچسبه واو به لام. ول حک کاف نیاز به ما قبل داره، حک ما ت. اینجا اگر ما وقف کنیم هم نقطه های این ت میفته، ت تبدیل میشه به ه، میشه ول حکمه. حکمه در هنگام وقف هم نقطه هاش میفته هم کسرش، حکمه. اما در هنگام وصل همینجوری که از خوانده میشه حکمتی. ول حکمت یعظکم، کمی اینو بیارم بالاتر، یعظکم به، یعظکم به هی. کسره بعدش یا آمده، این یاه، این یک شکلی از نوشته یاست در عربی. اگر اینجا ما ادامه بدیم تلاوت رو، یعنی اینجا چون اجازه وقف داریم اجازه تلاوت هم داریم، هم میتونیم بیستیم هم میتونیم بریم. اگر اینجا ادامه بدیم میشه بهی، اگر ادامه ندیم هم یا میفته هم کسره میشه به، یعظکم به. واتقوا الله، الف خوانده نمیشه، واو میچسبه به تا، تا یک بار ت با واو، تا قاف بعدش واو، قو. اگر اینجا واتقو هست تا اینجا خود این کلمه میشه واتقو، اما چون ما بعدش یک الفی داریم خوانده نمیشه، الف وصل هم در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام هم علامت حرکتی نداره، از اون 4 حرف واو و الف و لام و یاز خوانده نمیشه، 3 تا حرف پشت سر هم خوانده نمیشه، واو هم خوانده نمیشه، 4 تا. لام تشدید داره، نیاز به یک حرکت ما قبل داره تا خوانده بشه، چون خود این هم ساکن هست، نیاز به ما قبل داره، از آخرین حرکت ما قبلش کمک میگیریم. لام حرکت نداره، الف نداره، این الف هم نداره، این واو هم نداره، نیاز داریم به حرکت ضمه قاف. الان قاف رو باید بچسبانیم به لام و چون قاف باید بچسبه به لام دیگه اون حرکت کشیده واو در اون تاثیر نمیگذاره، یعنی اینجا دیگه قاف کشیده نمیشه، نمیگیم واتقوا الله، نه دیگه مستقیم قاف، انگار که نه واو هست نه الف هست نه این الف هست نه لام هست، این قاف میچسبه به لام. واتقل قول، نه واتقل الله. لفظ جلاله اینجا پر خوانده میشه چون قبلش ضمه آمده. واتقوا الله و الف خوانده نمیشه، واو میچسبه به این. لمو، اینجا میم بعدش واو آمده، کش پیدا میکنه، مد هم داره، باید واو رو بکشیم. و لمو ان الله الف خوانده نمیشه، نون میچسبه به لام، لفظ جلاله پر میشه چون ما قبلش فتحه است. ان الله بكل، لام یک بار به همراه کاف خوانده میشه، یک بار تنها. بكل شیء، این تنوین داره، یک بار کسره خودش، یک بارم این نون ساکنی که به شکل کسره نوشته شده. بعدش چی هست؟ این از حروف حلقی است، اینجا اظهار میشه، یعنی نون از مخرج خودش ادا میشه. بكل شیء علیم، نمیگیم شیء علیم، نه اخفا نمیشه، شیء اظهار میشه. ان الله بكل شیء علیم. اینجا میم واحد میستیم، این تنوین اون هست یا تنوین رفع. در اصل این واو اولی که ضمه میم هست، واو دوم همون نون ساکنی که حذف شده. چرا واو نوشته شده؟ چون شکل ما قبلش واو بوده که ضمش به هم خاطر هم شکلی با اون
اینجا نون ساکن محذوف به شکل یک واو آمده و اینجا در هنگام وقف میم ساکن میشه علیم. اما اگر آیه رو بخوایم ادامه بدیم بچسبانیم با آیه بعدی، چون بعد از تنوین حروف یرملون آمده، یک واو یک از حروف یرملون است، ادغام میشه، یعنی این نون ساکن واو دوم که نماینده نون ساکن است باید واو خوانده بشه. میشه چی؟ علیمو علیمو و اذا، علیمو و اذا. خب ما اینجا وقف میکنیم. این آیه رو یک بار از اول با هم میخوانیم. آیه بعدی رو و آیات بعدی رو با سرعت بیشتری خواهیم رفت که دیگه فکر نمیکنم نیاز به مقدار توضیح داشته باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. دقت کنید که میم اینجا ساکن و هیچ حرکتی پیدا نکنه، نشه علیم. بعضی از عزیزان اینطور میخونن علیم، یک کسری به علیم میدن علیم. خب آیه بعدی رو بخونیم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، تا اینجا که چون مشترک بود با آیه قبلی توضیح نمیدیم. فلا تعضلوهن، اینجا نون ساکن بعدش چی آمده؟ یا از حروف یرملون است، تبدیل میشه به یا. به همین خاطر نون علامت ساکنش رو شیخ نگذاشته تا دلالت بکنه که نون خوانده نمیشه، تبدیل میشه به خوانده نمیشه. بی معنی نیست که هیچ نقشی هم نداره، جای خودش رو میده به یک حرف بعد. چون با بعدش حرف یا آمده تبدیل میشه به یا. به جای نون یا میخوانیم، ای نمیگیم ان، میگیم ای یا. اینجا خب یک این نون ساکن اینجا داشتیم که تبدیل به یا شد، یک نون هم اینجا داریم که ساکنش رو نگذاشته شیخ تو دلالت بکنه برای اینکه این نون هم از مخرج خودش ادا نمیشه، چون بعدش کاف آمده و کاف از حروف اخفاست، اینجا مخفی میشه نون در مخرج خودش. این یا که نه. اینجا دو تا نون ساکن داشتیم، نون اولی تبدیل شد به یا، نون دوم از مخرج خودش ادا نمیشه، در بینی مخفی میشه. ای یا کهنه، ای یا کهنه از و جهن اذا ترا. اینجا را فتحه داره، بعدش الف آمده پر خوانده میشه. ترا ضو ضو ترا ضو بی الف خوانده نمیشه. بی نهم بی نهم بل میم. چرا علامت ساکنش رو نگذاشته شیخ؟ به خاطر اینکه اینجا یک اخفا میشه، اینجا هم مثل اون نون. حالا ان شاء الله این رو توضیح بیشتری خواهیم داد درباره اخفای شفوی که چرا بین میم و با چطور هر وقت بعد از میم حرف با بیاد یک اخفای شفوی میشه و اینجا میم از مخرج خودش ادا نمیشه، مخفی میشه. به همین خاطر اینجا هم ساکنش رو نگذاشته شیخ عثمان طه. اما بی معنی نیست که چون علامت نداره خوانده نشه، نه، از مخرج خودش ادا نمیشه. فقط همون چهار حرف واو و الف و لام و یا اگر هیچ علامتی نداشتن خوانده نمیشن، بقیه خوانده میشن یا تبدیل میشن به حرف بعد یا حرف دیگری. اذا تراضوا بینهم بال الف ب میچسبه به لام، الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، الف وصل. بال معروفه، اینجا دیگه تنوین نداره، میشه بالمعروفه. این قلا قاف به معنای وقف، لا به معنای اولاست، یعنی اینجا وقف کردن بهتره.
بهتره که اینجا وایستیم. اگرم کسی ادامه داد اشکالی ندارد. ذالک یوعظ بهی، بهی، نمیگیم به، بهی کشیده میشه چون یا آمده بعد از کسره. بهی من، اینجا نون ساکنه بعدش کاف آمده، مثل این خط بالا نون ساکن بعدش کاف بود، اینجا اخفا میشه. من کان، من کان منکم، باز همون مثال قبلی بعد از نون ساکن کاف آمده، اینجا هم باز اخفا میشه. نون از بینی ادا میشه به همراه مقداری توقف در هنگام تلفظ. منکم یؤمنو بالله، اینجا لفظ جلاله باریک خوانده میشه چون قبلش کسره است. بالله مل، مل الف در هنگام بس خوانده نمیشه، میم میچسبه به لام. مل همزه بعدش الف پر هم خوانده نمیشه، صدای آ میگیره بدون پر خواندن. خیری یا والیوم الاخری، اینجا وقف کردن اولاست، یعنی بهتره به استیم. اگر ایستادیم میشه والیوم الاخر، را ساکن میشه. ذالکم از که، کاف بعدش الف صدای آ میگیره پر نمیشه البته. از که نمیگیم از کا، از که. لکم و اعطو، تا از اون 5 حرفی است که گفتیم قلقله میشه درش در هنگام ساکن بودن. قطب جد، قاف تا با جیم دال. تا اعطو هارو، اگر به استیم میشه اعطو هر، اینجا اجازه داریم به استیم یا بریم. والله، اینجا لفظ جلاله پر خوانده میشه چون ما قبلش فتح است. والله یعلم و انتم، نون علامت ساکنش رو ننوشتن چون بعدش حرف تا از حروف یرملون نیست، حروف حلقی هم نیست، با هم نیست، اینجا اخفا میشه. نون از بینی ادا میشه. انتم به همین خاطر چون مخفی شده علامت ساکنش هم مخفی شده. انتم لا تعلمون. این آیه رو یک دفعه از اول با هم بخونیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نون رو دقت کنید در هنگام توقف عزیزان که هیچ حرکتی پیدا نکنه. لا تعلمون. بعضی از عزیزان میگن لا تعلمون، یک کسری به نون میدن. لا تعلمون. هنگامی که مخرج نون رسید زبان همونجا نگه میداریم. لا تعلمون. خب آیه بعدی رو. والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین. اگر به استیم اینجا سالا یعنی وصل کردن اولاست، بهتره که وصل کنیم. اگر کسی ایستاد هم اشکالی ندارد. لمن اراد، را پر خوانده میشه. ارا نمیگیم اره، ارا. اراد ان، اینجا نون بعدش یا از حروف یرملون است، ادغام میشه. این یتم رضاعت، اینجا میم میچسبه به را چون الف در هنگام بس خوانده نمیشه. لام هم هیچ علامتی نداره، میم میچسبه به را. ایوتیم، میم خودش یک بار با ما قبل خوانده میشه. یتم، باز میم میچسبه به را. یتم رضاعت. اجازه داریم بیستیم یا ادامه بدیم؟ اگر ادامه دادیم میشه الرضاعت.
اگر ایستادیم میشه رضاعه، این نقطه هم میفته، فتح هم میفته، فقط ها میمونه، میشه ایتم الرضاعه اگر ایستادیم. اگر ادامه دادیم که میشه رضاعته. و علل، علل، الف در نگام بس خوانده نمیشه، یا هم هیچ علامتی نداره خوانده نمیشه. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که فتحه لام هست، لام میچسبه به لام. و علل، و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، در هنگام توقف ساکن میشه. لا تکلف نفس، نفس این هم همون تنوینی است که این شکل دیگری از نوشتن هست. شیخ عثمان طاها هر وقت که تنوین اظهار بشه، تنوین اون این شکلی می نویسه. تنوین بعدش همزه آمده از حروف فرقی از مخرج خودش ادا میشه. نفس الا وسعها، وسعها. لا تضار، اینجا زاد پر خوانده میشه چون از حروف مستعلی است، از اون 8 حرف است. نمیگم لا تضار، نه، لا تضار والدتم. اینجا والدتن بوده، به جای این تنوین دوم هم که این ضمه دوم هم که نماینده نون ساکن هست، والدتن بوده، بعدش با آمده تنوین تبدیل شده به میم. خودش شیخ عثمان دیگه به جای اون واوی که نماینده نون ساکن بود میم گذاشته که خود به خود بدونیم اینجا میم تلفظ میشه. همون قاعده زنبور هست، بعد از نون ب آمده، قاعده اقلاب. والدتم، اینجا دیگه نمیگیم والدتن، می جای نون میم تلفظ میشه. والدتم بولدها ولا مولود، بعد از تنوین لام اینجا ادغام شده. مولود، میگه مولود له بولده، اگر بستیم بولده، اگر ادامه بدیم بولده. و علی الوارث مثل ذلك، اینجا وقف کردن بهتر است. فان نون ساکن اینجا ببینید، اینجا نون ساکن علامت ساکنش رو شیخ عثمان گذاشته، غالبا نمیگذاشت، در اخفا و در ادغام نمیگذاشت و در اقلاب. وقتی که اظهار بشه، چون اینجا نون ساکن از مخرج خودش ادا میشه، بعدش چی داریم؟ بعد از نون ساکن همزه داریم که از حروف حلقی است، به همین خاطر اونجا علامت ساکنش رو شیخ گذاشته. اینجا اظهار میشه، فان نون از مخرج خودش خوانده میشه. فان اراد، اینجا را پر خوانده میشه اما دال پر خوانده نمیشه. اراد نمیشه ارادا، نه، اراد. این چون پر نمیشه دهان از بغل باز میشه. ارا، این دهان از بالا باز میشه. اراد فصالن، اینجا صاد پر خوانده میشه. فصالن، این تنوین لن بعدش ان عین آمد از حروف حلقی است، اظهار میشه. فصالن عن، نون ساکن بعدش تا حروف حلقی نیست، حروف اخفاست، در مخفی پنهان میشه در بینی. فصالن عن تراضم، تنوین بعدش میم، حروف یرملون ادغام شده. اینجا نون ساکن بعدش ها اظهار شده. اینجا همه قواعد اینجا بود دیگه، اینجا اظهار شد، اینجا اخفا شد، اینجا ادغام شد، خط بالایی هم که اقلاب بود. فإن أراد فصالا عن تراضم، تنوین میچسبه به میم، تبدیل میشه به میم نونش. تراضم من هما، اینجا نون ساکنش رو داره یعنی اظهار میشه چون بعدش حرف حلقی است. من از مخرج خودش ادا میشه. من هما و تشاورن، تنوین بعدش فا آمده از حروف اخفاست یعنی در بینی مخفی میشه. تشاورن فلا جناح علیهما، وقف کردن اینجا بهتر است. و این اینجا بازم نون مثل خط بالا اظهار میشه، از خود ساکنش میشه فهمید که بعدش حرف اظهار است چون بعد از مخرجش ادا بشه. و این ارادتم، اینجا دال تبدیل شده به ت، دال تبدیل شده به تا، به همین خاطر دال رو شیخ عثمان روش چی نگذاشته، اینجا دال خوانده نمیشه. اینجا دال به خاطر نزدیک بودن مخرج با تا به جای دال ما ت تلفظ میکنه، نمیگیم اردتم، 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 این دال انگار که نیست، اصلش بوده اردتم، چون تلفظش یک مقداری سخت بوده دال
تبدیل شده به تا. ما اینجا دیگه دال رو نمیخونیم. اردتم و این اردتم، اصلا انگار این داری نیست. در اصل اردتم بوده، یعنی اراده کردن. اگر شما اراده کردید اردتم ان، اینجا اخفا میشه، ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر. الحمدلله که این تموم شد. تلاوت بکنیم این آیه رو با هم یک بار. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. این هم از تلاوت این صفحه مقداری طولانی شد، چون ما گویی که از ابتدا شروع کردیم تمام قواعد رو سعی کردیم که توضیح بدیم. هر چند وقت یک دفعه یک باری اینطور کلی گویی بشه و کامل توضیح داده بشه خالی از افاده نخواهد. به تلاوت این آیات رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا أن الله بما تعملون بصير. بله، سلام مجدد خدمت شما عزیزان. تلاوت این آیات رو با صدای استاد محمد صدیق مشتوی رحمه الله شنیدیم. ان شاءالله که لذت کافی رو برده باشید. اجازه بدید قبل از گرفتن تماس‌های تلفنی شما عزیزان بخش دوم تلاوت‌های شکوفه‌های قرآنی رو با هم بشنویم. برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود با تماس‌های تلفنی شما عزیزان. الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نسلا هستم. 6 ساله هم میخواهم سوره فاتحه رو بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. من محمد هستم از تاجیکستان. من میخوام سوره ضحی را تلاوت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغناه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زینب هستم، در ولایت قندز 5 ساله هستم. این ترینه را میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من سعدی از تاجیکستان هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. خوبان و عزیزان، تشکر خاص از فرخنده نصرالله، خدیجه، ابوبکر، محمد، سلما، محمد علی، زینب، سعدی، اون دوتا خواهری که اسمشون از تاجیکستان نگفته بودن، حفیظ الله و این گروه همخوانی آخرین خانوادگی با هم اومدن، هانیه و ماریه و کیمیا و آیشه و شعیب. همه شما عزیزان از شما تشکر میکنیم، از خانواده‌های محترم و از اینکه لطف کردید و کانال خودتون رو قابل دونستید و تلاوت خودتون ارسال کردید. فقط چند نکته رو عزیزانی که دوست دارن از هفته‌های آینده در خلال درس‌های آینده تلاوت عزیزانشون پخش بشه مد نظر داشته باشید که در چند نقطه سعی کنید برای بهتر شدن کیفیت تلاوت‌هایی که میفرستید حداقل، حالا ما روی خود حسن تلاوت اگر هرچی بیشتر کار کرد که بهتر، اما سعی بکنید در شب فیلم برداری نشه، نورش مناسب باشه تا حدودی، کولر اگر دوربر خاموش روشن هست خاموش بکنید، تلویزیونی روشن دارید خاموش بکنید، صدا رو نیاز نیست که اکو بدید خودتون، دستگاه میکروفونی بگذارید بخونه، بگذارید جلوی موبایل به راحتی نزدیک موبایل صدا رو خیلی صدای طبیعی گرفته بشه و حتی امکان سعی کنید در یک فضای ثابت و یک فضای آرام و ساکت تلاوت رو ضبط بکنید تا سر و صدای اطراف اذیت نکنه وقت شنیدن بینندگان عزیز رو و همچنین کیفیت تلاوت شما رو هم زیر سوال نبره. علاوه بر این که عزیزان میتونید تلاوت هایی رو که پخش شده تا الان همه اینها رو در صفحه یوتیوب وصال حق، عزیزانی که تلاوتشون پخش شده میتونن مراجعه بکنید با صفحه یوتیوب وصال حق و در این قسمت ستونی به اسم شکوفه های قرآن، اگر این ستون رو پیدا بکنید بنویسید شکوفه های قرآن در یوتیوب وصال حق سرچ بکنید و اینجا عزیزان همه به نام خودشون، هر کدوم به تنهایی با نام خودش میتونه تلاوت خودش رو در صفحه یوتیوب وصال حق دریافت بکنه و عزیزان اگر مایل بودن خودشون یا اینکه خانواده و دوستانشون نشون داده بشه میتونید در صفحه شکوفه‌های قرآنی یوتیوب شبکه جهانی وصال حق تلاوتاتون رو اونجا هم دریافت بکنید. وصال حق، یوتیوب وصال حق، شبکه جهانی وصال حق، کانال یوتیوبمون با در بخش شکوفه‌های قرآنی. علاوه بر این که ان شاءالله ما گلچینی از این تلاوت‌ها رو در خلال برنامه‌های شبکه جهانی وصال حق هم در بمان برنامه‌هایی در طول هفته در 24 ساعت ان شاءالله پخش خواهیم کرد. میریم به سراغ تماس‌های تلفنی شما عزیزان. ما یک بخش دیگه هم از این تلاوت‌ها رو حدوداً 8 دقیقه دیگه هم از مجموعه دیگری از عزیزان آماده است که در پایان برنامه ان شاءالله باز قبل از انتهای برنامه پخش خواهیم کرد. هم شما منتظر باشید. اولین بیننده برنامه امروز رو صداشون رو میشنویم. سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما. بفرمایید. سلامت باشید. دارم. از کجا باید بکنم اصلا؟ خودتون معرفی میکنید قربان اول؟ محمد از هرمزگان. محمد جان از هرمزگان. اگر از همین درسی که امروز ما شروع کردیم از آیه 231 شروع بکنید و اذا طلقتم النساء. باشه. تصویر رو احمد جان بدید رو آنتن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. احسنتم. ما شاء الله ما شاء الله محمد جان، عالی بود. ما شاء الله. ممنون از تماس شما. موفق باشید. التماس دعا. الله یار نگهدار شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. بله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ من نصرت الله هستم، از جده تماس گرفتم. نصرت الله جان از جده، خوش آمدید. اگر از ادامه تلاوت برادر عزیزون محمد جان شما تلاوت بکنید آیه 232 رو، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. احسنتم محمد جان، نصرت الله جان، جزاکم الله خیر. متشکرم از تماس شما. گرچه شما دوباره همون آیه اول رو تلاوت فرمودید ولی عالی بود تلاوتتون، ماشاءالله. خواهرم میخوانم. بفرمایید ادامه تلاوت شما ان شاء الله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نامتان چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بسیار عالی بود. ما شاء الله. متشکرم از تماس شما. بله. السلام علیکم. بفرمایید. علیکم السلام. مریم هستم. مریم خانم ادامه تلاوت رو شما ادامه تلاوت رو تلاوت کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتم ماشاءالله مریم خانم. الله العظیم. ماشاءالله بسیار عالی بود. متشکرم از تماس شما. موفق باشید. تشکر از برنامه بسیار زیبایتان. خواهش میکنم ما را از دعا در کنار حرم مکی ان شاءالله در کنار بیت الله فراموش نکنید. فاصله شما و بیت الله 50 کیلومتر بیشتر نیست. متشکرم از تماس شما. شما هم از دعا ما را فراموش نکنید. ما و همه بینندگان عزیز ان شاءالله در جوار بیت الله از دعا فراموش نخواهید کرد. متشکرم از تماس شما. ان شاءالله. موفق باشید. الله یار نگهدار شما. بیننده بعدی سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما بفرمایید. مثال حق. مثال حق خودتون معرفی کنید بفرمایید. صدای شما در حال پخش در استودیو است. من عظمت الله هستم از تاجیکستان. عنایت الله. عظمت الله از تاجیکستان. عظمت الله ماشاءالله. خوش آمدید برادرم. شما از کدام سوره تلاوت میکنید؟ از این سوره بقره. آیه آخر رو تلاوت کنید. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور عليهما فإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ماشاءالله ماشاءالله. الله العظیم. ماشاءالله بسیار عالی بود. فقط یک کلمه جا افتاد فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فلا جناح رو من نشنیدم از شما. متشکرم از تماس شما. متشکرم. ممنون از تماس شما. الله یار نگهدار شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ آیشه هستم از ایران. آیشه خانم خواهر بزرگوارمون. از کجا تلاوت میکنید خواهرم؟ میخواستم از اول صفحه تلاوت کنم. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا طلقتم النساء وإذا یک بار دیگه خواهرم یک بار دیگه وإذا طلقتم از ابتدا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ما شاء الله. خواهرم ما شاء الله هم یک آیه کافی است. من یک بخش اول رو فقط روی کلمه فبلغن اجلهن لام تشدید نداره. شما فرمودید اجلهن فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن. اینجا را تشدید داره. سرحوهن بمعروف. ممنونم از تماس شما. امر دیگه ای دارید خواهرم؟ متشکرم از تماس شما. لطف کردید. ممنونم. با شما خداحافظی میکنیم. بیننده بعدی.
سلام علیکم. برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. به سال حق سلیمانی هستم. صدای شما رو دارم میشنم. بفرمایید خودتون معرفی میکنید. چشم استاد. اول دخترم میخونه با اجازه شما، بعد خودم میخونم. بفرمایید. مشکل نیست. عایشه از ایران. بفرمایید. سلام. سلام عمو جان. بسم الله عایشه جان. من میخوام سوره علق رو بخونم. بسم الله. سوره فلق یا علق؟ علق. علق. اقرأ باسم ربك الذي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت ألم يعلم بأن أرأيت إن كان على الهدى أو أما جان صداتون قطع شد. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. احمد جان من صدایشون تو استودیو ندارم، نمیدونم رو آنتن. أو أمر بالتقوى بله. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصبة كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله عمو جان. چند سالته عمو جان؟ 8 سال. 7 سال. ماشاءالله خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. ماشاءالله احسنت. ماشاءالله. ببخشید 8 سال. 8 سال فرقی نمیکنه عمو جان، 7 سال یا 8 سال. ممنون، خیلی عالی بود تلاوتت. ماشاءالله خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. الو. سلام بر شما. استاد خسته نباشید. اجازه است؟ سلامت باشید. بفرمایید خواهرم. از کجا تلاوت میکنید شما؟ همون سوره بقره رو؟ بقره صفحه 37. بله. بله از ابتدای صفحه شروع کنید به تلاوت. بفرمایید. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسیار عالی بود. چون وقت کم هست به همین قدر اکتفا میکنیم. ماشاءالله. از تلاوت دختر خانمتون هم مشخص بود که استاد چیره دستی در خانه داشته حتما. ماشاءالله بسیار عالی بود. استاد هول شد. بسیار از نمیخوند. از شکل تلاوتتون مشخص بود که سالهاست با قرآن آشنایید و
قرآن رو تلاوت میکنید. الله تعالی از شما و همه خادمین قرآن قبول بکنه. ممنونم. با شما ان شاء الله موفق باشید. سلامت باشید. لطف کردید. متشکرم. تشکر میکنم از شما. موفق باشید. الله یار و نگهدار شما. و حقیقتا اساتید مثل این هر وقت در برنامه شرکت میکنن شرمنده میکنن ما رو و نشان حسن نیت این بزرگواران هست. احمد جان فرصت داریم برای تلاوت بعدی هم؟ بیننده بعدی رو خط هست. سلام بر شما. روحانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عمو جان نامت چیست؟ الهام الدین. الهام الدین. ماشاءالله. چند سالی عمو جان؟ چند سال داری؟ 7 سال. 7 ساله. کدام سوره رو میخوانی؟ الهام سوره؟ بسم الله. بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماشاءالله. احسنت. ماشاءالله. بسیار عالی بود. الحمدلله جان متشکرم از تماس شما. فقط برادرتون باشه، باز ذکر دیگه نباشه وقت تمام میشه جان. بسم الله. برادر شما آخرین نفر هست ان شاء الله در برنامه امروز. علیکم السلام. صدای من رو دارید؟ بسم الله. برادر الهام الدین بسم الله. بخوان عزیز. بخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاءالله. احسنت. بسیار عالی بود. تشکر میکنم از شما و تشکر میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن. وقت تماس های ما امروز کم بود به خاطر توضیحات زیاد من رو معاف بکنید ان شاء الله. حسن ختام برنامه امروز تلاوت این عزیز بود و سوره اخلاص و همچنین تلاوت مجموعه آخر از شکوفه‌های قرآنی که برای ما ارسال شده در برنامه امروز. عزیزانی که تلاوت‌هاشون پخش نشد منتظر باشید، در برنامه بعد حتما ان شاء الله پخش خواهد شد. از همه شما خوبان و عزیزان تشکر میکنم. معذرت از همه عزیزانی که پشت خط ماندن. به بزرگواری خودتون ما رو معاف بکنید. به خاطر ضیق وقت باقی مانده فرصت رو اختصاص میدیم به پخش مجموعه سوم از تلاوت شکوفه‌های قرآنی در برنامه امروز و من قبل از اون از همه شما عزیزان به همراه احمد جان و فرید و احمد عزیز دیگری که در کنترل با ما است از همه شما خداحافظی میکنم. حسن ختام تلاوت شکوفه‌های قرآنی. تا برنامه بعد الله یار و نگهدار شما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة
rahmatullah. Man Bibi Gulsun از تاجیکستان 5 ساله هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. آمین. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تدعو أبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أستاذكستان 5 ساله هستم. رقیه هستم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب الواقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنه يرونهم بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالإهل وتكون الجبال كالإهل. صدق الله العظيم. علیکم. من یحیی هستم. 7 ساله. میخواهم از تاجیکستان میخواهم که سوره نبا رو خونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الیای نوریم از بندر عباس 4 ساله. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.